سلام، چطورین؟ خوش اومدین به یه ولاگ دیگه. بعد از مدت ها دارم دوباره میبینمتون. یعنی من که شما رو نمیبینم، شما دارین منو میبینید. کل کارهایی که قرار بکنیم و بذاریم بهتون بگم. یه پروژه لندینگ داریم. همون جور که میدونید من کارم طراحی وبسایته. کار طراحی لندینگ یه پیج رو بعد انجام بدم. شاید بهتون یه سری نکاتی رو اینا رو گفتم یا توی بخش از طراحی مثلا شما رو هم دخیل کردم. دیگه این کار رو میتونیم بکنیم. یه عالمه کتاب دارم که نخوندم، دلم میخواد باهاتون راجبشون صحبت کنم و اینکه مرتب بچینمشون. من خیلی هستم مثلا بر اساس رنگ مرتب میکنن یا بر اساس موضوع اینا. برای من حتما باید به صورت قدی، یعنی از بلند به کوتاه باشه. اگه نباشه اینجوری مثلا مغزم درد میگیره. الان که نگاه میکنم کتابا رو سردرد دارم میگیرم. و همینا دیگه. یه دونه لباس جدیدم دارم، هدیه است، میخوام که بپوشمش. اونا هم میتونیم با هم دیگه بپوشیم، یعنی من بپوشم شما نگاه کنین. همش احساس میکنم که شما هم اینجا باهامین، یعنی یه حس خیلی خوبی بهم میده و یهویی یادم میاد که شماها نیستین. یعنی من فقط فکر میکنم شما اینجا. شبیه اسکیزوفرنیا دارم حرف میزنم، ولی منظورم مخاطبایی که قراره این ویدیو رو ببینن. خب لباسی که داریم این عزیز دله اینه. برای این بذارین یه دونه نیم تنه بپوشم. این طبق اینجوری یه دونه شلوار جین با این نیم تنه. حالا میریم اینو روش بپوشیم ببینیم چه جوری میشه. خوب شو لطفاً. باحال شد نشد؟ من این نیم تنه رو 3 سال پیش گرفتم، 2 سال و نیم پیش گرفتم، ولی چون اکسم خوشش نمیومد، گفت که دختره خراب لباس چرم میپوشن، هیچ وقت استفادهش نکردم. و به محض اینکه بریک اپ کردیم و من برگشتم ترکیه، شروع کردم دارم اینو میپوشم و خیلی دوستش دارم، به خاطر اینکه یه جوری نشونه آزاد بودنمه. یعنی از اون خلاص شدم، از اون دیدگاهی که یه نفر دیگه داشت و داشت تاثیر میذاشت رو زندگی من. برای همین دوستش دارم. بذاریم بپوشیم ببینیم چجوری میشه. این خیلی بهتره. پشمام همین تصویر شد. این خیلی بهتره اینجوری. خب بریم این طرف بهتون نشون بدم قراره چیکار کنیم. اینجا ما یه دونه لندینگ میخوایم بیاریم بالا و این چیزی که تایید شده و مثل این میتونیم بیاریم بالا. لندینگ معمولا یه صفحه توی وبسایت که میتونی، یعنی باعث معرفی میشه دیگه، جایی که تو بیشترین ورودی رو میتونی بگیری ازش، از اون صفحه، و مردم میان داخلش و یه سری مشخصه هایی داره معمولا. مثلا اینکه بعد ظاهر گیرایی داشته باشه. یعنی من بیننده وقتی وارد وبسایتتون میشم همون اول مثلا یه ایمپرشن خوب دریافت کنم و متوجه شم این سایت در مورد چیه، چیکار میخوایم بکنیم و دسترسی داشته باشم. حالا مثلا ما اینجا قراره یه فرم بذاریم که درخواستشون رو اینا رو بنویسن، بعد نوع خدماتی که مثلا ارائه میشه یه وبسایت پزشکی تو حوزه پزشکیه و برای همین ما یه لندینگ توی این هیته. البته این فقط یه دموه و قرار شد طبق این براشون طراحی بکنیم و قراره که من این کاراشو انجام بدم. حالا ما یه سری دیتا داریم، اینا رو هم دیتا رو وارد میکنیم، جاگذاری میکنیم. فقط من دسترسی بگیرم، پیام بدم بگم. اینم از ناهار ململانی قشنگ پرش کردم که تا شامم بمونه، چون صبحونه هم نخوردم و حال ندارم چیزی درست کنم. گشنم هم نیست ذاتم، فقط گفتم که حالت تنقلات طوری باشه که هم شیرینه هم شیر داره و اینا، شکلات هم داره. خب به من یک بذارم پشت سر محمد میرم. شما به من یه جا میگین بعد یه جای دیگه میری. برای ما علامت سوال جدا از اون. ببین یه دکمه
از سمت ما بالا نوشته بزن واسه ولی همه اون نوعی که اون بالاست برای من علامت. برام هم همینطور. اسم سگم گذاشتم گلگه. مشکیش هم کرد. آره. اسم گربم هم گذاشتم شغول. شغول؟ نه، اسم همسترم بود، همستر قبلیم. اول از همه بلندترین کتابی که داریم این کتابه. یکی از کتابای مورد علاقه منه که اونایی که ویدیوهای اول یوتیوب منو دیدن میدونن که من یه سری ویدیوهای در مورد تاریخ معماری معاصر درست میکردم. یکی از سورس هایی که داشتم برای همین کتاب بود، از همین کتاب بود که توی دانشگاه خوندیمش و یکی از درس‌های مورد علاقه منه. یه عالمه توش خطی و نوت و یادداشت و اینا داره حتی. خب اینو ما میذاریم اینجا. بعدیش این کتاب آیلتس هنوز قسمت نشده بخوام نگاش کنم و بخونم و چون کتاب این سمتیه و این کتابو در اصل از این ور باید چیده بشه ولی دیگه داریم اکثرا فارسی ها از این سمت میچینیم، من اینا رو دست نمیزنم دیگه. بریم ببینیم بعدش دوباره هم کتابای آیلتس کالینز اینا هم میذاریم به ترتیب این سمت. این یکم بلندتره، اینو میذاریم. کوچولوها رو اول در بیارم. کتابای که ندیم که یک شما توی ولاگ قبلی خونده بودم براتون. خب کتاب کوچولویی ها رو در میاریم همه رو. من نویسنده مورد علاقه ایرانیم آقای بهرام صادقیه که کلا 2 کتاب ازش منتشر شده. یه دونه کتاب ملکوته که کتاب مورد علاقه ایرانیمه، داستان مورد علاقه توی فیلم اولین بار توی فیلم اجدا وارد می‌شود مانی حقیقی در مورد کتاب خوندم. بعد کتاب فوق‌العاده است، یعنی یه اثر سورئال خیلی قوی میتونم بگم توی ایرانه. خیلی از کتابا رو خوندم از نویسنده‌های خوب، حتی مثلا صادق هدایت بگم، بهرام صادقی اینجا، صادق چوبک با صادق هدایت، یعنی بخوام اینجوری دسته‌بندی کنم واسه خودم به نظر من مثلا بهرام صادقی و صادق چوبک توی ردیف‌های 2 ردیف اول قرار میگیرن. حتی یه دونه جمله خیلی جالبی هست که میگه که صادق هدایت توی کتاباش میومد یه لجن رو نشون میداد، مثلا یعنی داشت یه چیز دارک رو نشون میداد. صادق چوبک اون لجنه رو نشون میداد ولی یه دونه چوب بنگاری دستش گرفته بود که همون قلمش بود و این گلولای و لجن رو هی اینجوری هم میزد میورد بالاتر. و وقتی شما مثلا کتاب انتری که لوتیش مرده بود و بخونین تازه متوجه میشین که من چی دارم میگم، که چقدر این کتاب مریضه، چقدر این بشر مریضه. و خلاصه کتاب ملکوت و بهرام صادقی داره و این کتاب که سنگر و قمقمای خالیه داستان کوتاه، حالا خیلی کوتاه نیست ولی کلا داستان بلندم نیست، یعنی در حد میلیمتری هم آزارم میده اگه هم اندازه نباشن. این کتابیه که من نوشتمش، زیبا، و اینو من 20 سالم بود نوشتم. 20 سالم یا 21 سالم؟ 20 سالم بود. 20 سالم بود اینو نوشتم و اون موقع یه دوست پسری داشتم که کارگردان بازیگر بود، تهرانی هم بود، لانگ دیستنس بود رابطه‌مون. اون خیلی تشویقم کرد، توی نمایشنامه نویسیاش کمکش می‌کردم با فیلمنامه نویسی‌ها و بعد تشویقم کرد که بیام خودم کتابو بنویسم، کتاب خودم بنویسم. خیلی و الان که میخونمش یعنی قلمم پخته نیست ولی دقیقاً چیزایی که همین الانش هم حتی باور دارم، یعنی یکی بخواد ببینه تو ذهن من چی میگذره این کتاب خوبه. کتاب یه رمان اجتماعیه راجع به دختریه که توی نوجوانی مجبور میشه از دست خونه فرار کنه و بره و داستان این که چجوری مثلا سر و سامون میگیره، بعد برمیگرده خانواده، یه سری تراماهایی داره که اونا فیکس نشدن و در انتها خیلی هم خوب تموم نمیشه. بعد هر فصل یکی در میونه که برای زمان حاله، یکی برای زمان گذشته است که مرور میکنه. کلا خودم خیلی این کتاب رو دوست دارم و حتی موقعی که من اصلا گربه و اینجور چیزا نمیدونستم دوست دارم نه چیزی، المان گربه رو آوردم، حتی جلدش اینجا مشخصه، حتی طراحی دیزاین جلدم با خودم بوده.
خودم طراحیش کردم. خلاصه یه جورایی شبیه میراث منه دیگه. خیلی این نسخه اولیش، یعنی اولین نسخه‌ای که ازش چاپ شده. یه جاهایی حتی مامانم که گفته بودم بخونه برام اصلاح کرده بود قبل از ویراستاری نهایی که ادیتش بکنم. یکی تو مارکش میکنه. آها اوکی، مارک کردین همتون. دقیقه همون. بذار میرم اینجا یوتیوب. کسی حرف نزنه راجع بهتر. هیچ کسی چی نگه. من دارم میبینم. من سیزن یکم. دقیقا داستان سیزن یک رو یعنی میدونم که خودش چیزه، اونم تایتانا اینا رو در این حد میدونم، ولی در این حد آره